بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أطهرين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن القاعدة الثالثة. موضوع بحثي يوكي درسي امروزي ما القاعدة الثالثة، قاعدة سيم از چهار قاعده. ما قبل از این قاعده رو گذاشتیم، قاعده یکم و دیگر قاعده دویم. اکنون قاعده سیم در چی موضوع بحث میکند؟ صاحب متن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي رحمه الله تعالى چنین میفرماید که ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق. در این قاعده شیخ الاسلام چنین روشنی می اندازد که شرک معناش آن است که عبادت کردن غیر الله، عبادت کردن غیر الله است و غیر از الله کسی را که عبادت نکنن فرق ندارد و چه شرک است. خواه فرشته مقرب عبادت میکنن، خواه پیغمبری مرسل عبادت میکنن، خواه صالحان عبادت میکنن، خواه سنگ و درخت و خواه آفتاب و ماهتاب عبادت میکنن، فرق نداره. از کجا فهمیدیم؟ از آن فهمیدیم که پیغمبر علیه السلام همراه چنین گویم کسها جنگید. یعنی در یک زمانی ظهور گشت که مردم همین خیلی پرستش ها داشتن، آفتاب پرست بودن و ماهتاب پرست بودن و سنگ پرست و چوب پرست و گویم فرشته پرست و پیغمبر پرست و صالح پرست بودن. فهمیدید؟ برای خاطر همون امروز همون کارها هستن، یعنی که حسن پرست هست و حسین پرست هست و بسیار هست. قاعده سوم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم ظهور گردید که یعنی که به نزد یک مردم آمد که یا که الله تعالی او را پیغمبر فرستانید به مردمی که ایشان در عبادت گوناگون بودند، هر خیل عبادت ها داشتند، هر گونه عبادت ها داشتند. از آنها کسی فرشتگان و کسی پیامبران و صالحان و کسی سنگ و درخت ها و کسی آفتاب و ماهتاب را عبادت میکرد. پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم میان آنها را جدا نکرده به ایشان چیکار کرد؟ جنگید. قاتلهم. اکنون برای هر کدامش دلیل می آورد که به خاطر چی جنگید پیغمبر علیه السلام. بسیار وقت این معاصرها مردم پیغمبر علیه السلام اتهام میکنن که دروغ جنگید، خونی ناحق ریخ. گفته خیلی گپ هست، گوه که پیغمبر علیه السلام هم تو پیش از دستی خود جنگ کردگی باشد. الله سبحانه و تعالی میفرماید و دلیل قوله تعالی وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. این فرمان از جانب الله شده است. الله میداند کدام وقت جنگ کردن در کار است و کدام وقت نه. فهمیده؟ دلیل سخنی او تعالی میفرماید با آنها بجنگید تا دیگر فتنه نباشد و دین تنها دین الله باشد.
در اینجا مراد از فتنه چی است؟ شرک است. مراد از فتنه چی است؟ کفر است. حتی لا تكون فتنة فرمود، ای حتی لا يحصل شرك او کفر، یعنی تا کدام اندازه جهاد واجب است، جنگیدن واجب می شود، تا آن حینی که در روی زمین یگان نمودی شرک نباشد، یگان نمودی کفر نباشد. امروز لفظ است، امروز پر است، ولی امت آماده به این نیست. امت در جهاد هست امروزانه، امتی واقعی امروز در جهاد هست. جهاد رتبه ها دارد، جهاد زینه ها دارد، لیکن الحمدلله اهل سنت و جماعت واقعی و ها در خدمت اسلام در جهاد هستند. برای خاطر چی؟ کفر رو، برای خاطر انا چی؟ شرک را ریشه کن کردن، خوانده ایستادیان، امت دعوت کرده ایستادیان. فهمیدید؟ ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شیخ در اینجا با دلیل میآورد، دلیل آفتاب را. دلیل چرا؟ دلیل آفتاب و ماهتاب. معلوم میشد است که در همون حین، در همون دور زمان آفتاب پرست و ماهتاب پرست بوده است، طوری که در این دور ما هست. قولی الله تعالی میفرماید که و از نشانه های او شب و روز و آفتاب و ماه است، با آفتاب و ماه سجده مکنید. فرماید الله سبحانه و تعالی. فهمیدید؟ با آفتاب و ماه چی؟ شما سجده نکنید میفرماید الله سبحانه و تعالی. اکنون و من آیاته، از نشانه های او. از کدام نشانه ها؟ ای من علاماته الدالة على قدرته، یعنی از نشانه هایی که ویها دلالت به قدرت او میکنن. یکی از اونها شب است و دیگر روز، دیگر آفتاب است و دیگر ماهتاب است. برای چی در اینجا 4 مخلوق ذکر کرده شده؟ زیرا اینکه این 4 مخلوقی بزرگ هستند که از مخلوقاتی بزرگی که چشمی من و شما او را هر روز دیده میتواند. اگر نه از اینها بزرگ چیه؟ عرش الله هست، او را چشم دیده نمیتواند. اما خلاص بنابراین الله سبحانه و تعالی این شب و روز و آفتاب و ماهتاب ذکر کردن است به اون خاطر است که این از نعمتهای بزرگ یا که از قدرتها، از دلالتهای، از نشانهای بزرگی الله هست که هر روز من و شما می توانیم اینا را چیکار کردن؟ خرید که دیدن. مفهوم؟ الله فرمودگی است که لا تسجدوا، سجده نکنید اونها را. میگه واسجدوا لله، الله را سجده بکنید که الذي خلقهن، ویها را آفریده است. هم خلاص؟ نه. خب بعد چی گفت در دوامش؟ این کنتم ایاه تعبدون، اگر شما واقعا الله را عبادت میکردنی باشه، الله را سجده بکنه. غیر الله یعنی که آفتاب و ماهتاب و شب و روز سجده نکنید. چون که بعضی کسا هستن که روشنایی را عبادت میکردن، بعضی کسا بودن که میگفتن که تاریکی زور است، میگفتن تاریکی را عبادت میکردن. و دلیل الملائکتی قوله تعالی، شیخ در اینجا پیشنهاد کرده شده است هر یک کدامش به دلیلش. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا، و دلیل فرشتگان سخنی او تعالی است. و نیز به شما نمی فرماید که فرشتگان و پیامبران را پروردگاران بگیرند. یعنی الله نمی فرماید، یعنی الله امر نمی کند یا که دیگر فرشته ها امر نمی، که پیغمبران امر نمی کنند که شما چیکار بکنید؟ پیغمبران و فرشته ها را همچون پروردگاران بگیرید. نعم. و دلیل الانبیاء قوله تعالی و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب.
و دلیل پیامبران سخن او تعالی است. و آنگاه که الله به عیسی پسر مریم گفت، یعنی به یاد آورد که یک زمان الله به عیسی پسر مریم گفت آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را سوای الله به الهی گیرد، یعنی غیر از الله همچون معبود بگیرد، معبود بگیرد. تو گفتی مردم؟ گفت کی گفت؟ عیسی پسر مریم گفت با پاکی یاد میکنم تو را، سبحانک نسزد مرا که چیزی گویم که شایسته آن نباشم، یعنی هیچ ممکن نیست که من همین گپ رو گویم زیرا که من لایق گفتن این گپ نیستم. فهمیدید؟ ان اقول ما لیس لی بحق، من حق گفتن ندارم، من چه حق دارم این گپ میزنم؟ این کنت قلته فقد علمته، اگر من چنین گفته باشم تو خود میدانستی. فهمیده؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، زیرا با آنچه در نفس من میگذرد دانایی و من از آنچه در نفسی توست بیخبرم. تو درباره من چی میگذرد در وجودی من، در درون من چی دلینیده تو میدانی، اما من تو رو نمیدانم تو، یعنی که مثلا در ضمیر تو چیست. انک انت علام الغیوب، زیرا تو داناترین کسان با غیب هستی، یعنی علم غیب حق تو است. و دلیل الصالحین قوله تعالی اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دلیل صالحان سخن او تعالی است، آنهایی را که کافران به خدایی میخوانند در پی آنند که به خود به پروردگارشان وسیله میطلبند، یعنی وایها خودشان به پروردگار وسیله میطلبند. فهمیده؟ امو صالح هایی که شما وایها را، یعنی خطاب کسا به اون مشرکان، اون صالح هایی که شما وایها را به جای الله معبود خدا گرفته وایها را عبادت کرده ایستاده، وایها خودشان و پروردگارشان وسیله میطلبند که کدام از آنها مقربترند و به رحمت او امید میبندند و از عذاب او میترسند، وایها خودشان محتاج رحمت پروردگار هستند، و یا خودشان در ترس و هراس هستند که مبادا ما را الله عذاب نکند گفته. فهمیدید؟ نگرانی رحمت الله می باشند. فهمیدید؟ و دلیل الاحجار والاشجار قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. و دلیل سم و درختها سخن او تعالی است، چون اینایی که عبادت میکردن با سنگ و درخت هم عبادت میکردن. میفرماد که آیا لات و عزا را دیدید و منات را، آن بوتی سیومی دیگر را. خلاص لات سنگ است که آن را غیر از الله میپرستیدن، سنگ بود. عزا درخت است که آن را غیر از الله میپرستیدن، عزا. و منات گفتگی بود، منات نامی بود است که آن را نیز غیر از الله می پرستیدند و در میان مکه و مدینه قرار داشته بود. فهمیدید؟ و حدیث ابی واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. صاحب متن می‌فرماید که و حدیث ابو واقدی لیثی رضی الله عنه است که
با دلیل حدیث می آورد. صحابی مشهور ابو واقد لیثی گفتند که نامش حارث پسر مالک است و گفتند که پسر عوف است و نیز گفتند که عوف پسر حارث است. اختلاف است. با روایت صحیح در سال 68 در سن 85 سالگی از دنیا رفت. فهمیدید؟ در سن چند سالگی؟ در سن 85 سالگی از دنیا رفت. در کدوم سال؟ در سال 68 هجری. همین صحابی گرامی می‌فرماید که ما با همراهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جنگ حنین برآمدیم. با کدوم جنگ؟ به جنگ حنین. حنین این جایی است که میان طائف و مکه قرار دارد. در بین طائف و مکه قرار دارد حنین. و همونجا برآمدیم و ما نه به کفر شناس شده بودیم. یعنی که چی کفر چی بودنش اکن دانسته ایستاده بودیم. یعنی ما مسلمان شدگی بودیم. فهمیدی سوده دمی کلمه حدثه و عهد بکفر معناش این که ما اکنون آیسته آیسته کارای کفر، اعتقاد کفر، سخن کفر چیه؟ همش حالی با پرگیر شناخت شدگی نبودیم. نه اسلام در آمدیم، نه انسانی که نه در اسلام در آمدگی هست در او آخه بعضی افعال جاهلیت هست، در بعضی خصلت‌های کفر هست، شرک هست. فهمیدی سوده یا نه؟ برای صحابه چی میفرماید؟ ما نه اکنون نگو به کارای کفر شناخت شده ایستاده بودیم. فهمید؟ اینو در راه هستن. حالی که مشرکان درخت به نام سدره داشتند که آن را لازم می گرفتند یعکفون و برای تبرکی میگن سلاحهای خیش را در آن می آویختند. تبرک شود گفته، مبارکت شود گفته. از امون درخت چیکار میکردن؟ تبرک برکت میطلبیدن برای سلاحشو که نشکند و پیش رود رو و آن را ذات و انوات می نامیدن. نموشه همخه ذات و انوات می گفتن. پس ما به نزد آن سدره گذشتیم. این سدره نام درخته. ما هم یعنی که یک مانند یکی از سدره هایی که مشرکان می گرفتن برای تبرکی ما مرور کردیم به پیغمبر علیه السلام. اینا در راه هستن. کجا رفتی شدن؟ به حنین رفتی شدن. چنین گفتیم، ما گفتیم ای رسول الله برای ما ذات و انوات را قرار بده. برای ما هم چیکار کنی؟ یک درخت تبرکی گو که انمین درخت گفته نشونته، چنانه که برای آنها ذات و انوات هست گفتیم. فهمیده؟ و پیغمبر علیه السلام در تعجب چنین گفت سبحان الله. در حدیث نامدگی است. یعنی این سخنی که از شما صادر شد، این گپی که شما گفتید شدن همانند آن است که قوم موسی گفتن کو برای موسی. انمی خیلی آمد کو. چی گفتن؟ گفتن که برای ما معبود را قرار بده چنانه که برای آنها معبودان است. قوم موسی هم یک زمان کجای اومدن بعد از که الله تعالی بیار از فرعون خلاصشون کرد، یک دیار گذاشتن به نزد قومی گذاشتن که باید خداها را تشکیل کرده میپرستیدن، بت پرستی میکردن. الله تعالی از فرعون خلاصشون کرد. موسی را چی گفتن که برای ما هم میشد میخوای یگون معبود قرار بدی که چیکار که اینا دارن ما هم که میان. فهمیدید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله که عیناً همین سخنی که شما گفتید اما طلب کردید شده مانند سخن قوم موسی با موسی شده است. قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست گفت پیغمبر علیه السلام. البته شما به راه و روش کسانی که پیش از شما بودن پیرو خواهید شد گفتن. فهمید؟ پیغمبر علیه السلام چی گفت؟ قسمیت کرد که شما هم یه روز نه یه روز کمینه دمو گفت و عرف و عادت و خصلتای همو امتان پیشینه را به جا آورده هم میگیرید. فهمیدید؟ این حدیث ترمذی و احمد روایت میکنند و گفته است که حدیث چی؟ حدیث صحیح است گفته. و صاحب شرح الله رحمتش میفرماید ان مقتضى هذه القاعده ان كل ما دعي من دون الله من ملائكة وانبياء وصالحين واشجار واحجار
و غیر ذلك كلها عاجزة عن أن تسعف عابديها بالمطلوب أو تنجيهم من المرهوب. اکنون هر یک قاعده باید که مقتضاش فهمیم، مقتضاش باید فهمیم، یعنی که شرحش فهمیم، خلاصش فهمیم. فهمیدیم مقتضای این قاعده چیست؟ این قاعده چی طلب میکند؟ مقتضای این قاعده چی طلب کرده شده است که مفهمیم؟ مقتضای این قاعده از آن عبارت است که فهمیدیم که تمامی آن چیزی که غیر از الله دعا کرده می شود، دعا به معنی چی است؟ عبادت کرده می شود، خواه فرشته باشد، خواه پیغمبر باشد، خواه از مردمی شایسته باشد، خواه درخت باشد و خواه سنگ باشد و غیر از اینها چی که نباشد، مهم غیر از الله و یا عبادت میکردنی باشند. تمامی اونها عاجزن از چیکار کردن؟ از قضای مطلوب عابد خود کردن، یعنی از چی؟ از حاجت عابدهای خود چیکار کردن؟ از ادا کردنی یا که از قضای حاجت عابدان خود و یا عاجزن. عبارت مشکل آمد، یعنی که وایها این بتها غیر از الله که وایها را عبادت میکنن، وایها چنان چیزهایی هستن که عاجزن، از دستشون نمیباید که مراد و مقصد عابدان خود بجا بیارن. انت ساعت عابدیها بالمطلوبی، یعنی ویا چیز زورشون نمیرسد که مطلوبی عابدان خود بجا بیارن. او ان تنجیهم من المرهوبی، یا که ویا عاجز هستن، ناتوان هستن که ویها را یعنی عابدهای خودشون را چیکار کنن؟ از تمام ناخوشی ها نجاتشون بدهن. فهمیدید؟ اینا از دستشون هیچی نمیبیاد، نه عابدهای خودشون به مراد و مقصد و به مطلوبشون رسونده میتوانند، نه از یکم مرهوب یک چیزی خوفدار خطرناک ویها را نجاتشون میدهن. اینا هیچ کار کردن نمیتوانند. والله سبحانه قد أخبر أن كل مدعو من دونه لا يملك شيئا وإن قل. دیدید؟ و الله سبحانه و تعالی خبر داده است در کتاب خود که تمام چیزی که غیر از الله یا که تمام اشخاصی که غیر از الله ویها را عبادت میکنن، اون چیزها یا که اون معبودان مالکی یگان چیز نمی باشن، هیچی از دستشون نمی باید، گرچه که همون چیز میده هم باشن. فهمیدید؟ اون بوتها از دستشون یگان چیز نمی باید، ولو کله همون چیز یک چیزی ناچیز هم باشد. این خبر داده است الله تعالی میفرماید حیث یقول، اونجا که میفرماید والذین تدعون من دونه، اون بت‌هایی که یا که اون خداهایی که شما غیر از الله و یا عبادتشون میکنید، میدونه و عددشون چی میباید؟ لا ما یملکون من قطمیر، عددشون قطمیر نمیباید. قطمیر چیست؟ هو اللفافة الرقیقه التي على نوات التمر. این یک پوستی نازک است که در بالای دانه خرما است. وقتی که دانه خرما را ببینید یک پوستی نازک دارد، تنک دارد، اما بالای دانه خرما را پرده‌پوش کردگی پوست یک چیزی نازک است که از دستشان هوایی نمیگوید، یعنی هوایی راست کردن نمیتوانیم. ما خودمون نمیتونیم اش درست کردن، ما زنده ها نمیتونیم درست کردن و مرده ها و ما بالکن. و یک قطمیر میگوید. فتیل گفتگی با چیز است که با هم درنی دانی وینده درنی دانی خرماند یک رشته میبراید کو، یک رشته مانه وی فتیل میگوید. با نقیر گفتگی است، نقیر همون جای کفیدگیش میگوید. قطمیر و فتیل و نقیر نه همش در قرآن میگه. نگاه کنید والذین تدعون من دونه، اون خداهایی که شما غیر از الله و غیر عبادتشون میکنید، حسن گفته خدا قرار میده باید
علی گفته علی پرست ها اون دیگه و میگه ما خداشون نمیگیم. تو از کجا میدونی؟ خود تو توحیده که نمیدونی در شرک غلطی دیگه سی. شیخ چی گفت در اونجا؟ در درسای پیشی شیخ گوش کرده چی گفت آخه؟ شیخ گفت که ما این 4 قاعده رو می آموزیم که در دام شیطان نافتیم. معلوم بشه که نآموختی که تو امروز ای شیعی شنیع و ای رافضی و ای صوفی های کوفی ها اما در شرک غلطی دارید تو اپشی آن از که شما بخبره دید. فهمیده؟ شاعر چی گفته است؟ گفته است که عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقیه. من بدر آموختم، شرک آموختم، کار گنده را آموختم، لا للشر، نه برای گندگی کردن، نه برای خاطر یه بار رسوایی کردن، ولكن لتوقیه، برای خاطر خودم نگه داشتم. فهمیدید؟ ما یک چیزی درباره شرک معلومات میگیریم که اگر خدا ما در شرک نرفته میگفتن. فهمیدید؟ آموختن ما شرک برای خاطر شرک کردن نیست. آموختن من شما منافقی، این منافقی کردن نیست. آموختن من شما کفر برای خاطر کافر شدن نیست که آخه هم خلاص. شاعر میفرماید که ولکن لتوقی، برای خاطر خودم احتیاط کردن میگوید. من خلاص فهمیدید انتم معي؟ ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. کسی که شر را یعنی بدی را از نیکی جدا کردن نتواند، نداند کدامش خیر و کدامش شر، یه روز ببینید که یقع فیه، در درون شرک گشته. در درون شرک حسن پرستی کرده شده است، علی پرستی کرده شده است، خودش خبردار است. میگه من مسلمانم. میگه برای خاطر همین امروز اون مدعی های جهاد این گروه تشکیل میکردگی ها، طرفدارای قواعدی در پشت کوه افغانستان بهش میگه احمقا، این وضعیت آرام تاجیکستان رو ویران کردگی این دیوونه ها، اینا نمیدونن معنای شرک چیه. از همه خطر بزرگترین، از خطر یهود و نصرانی هم بدتر کدام خطر است؟ خطر شرک است که در درون امت اسلام استاده، به نام اسلام شرک کرده است. امروز شیعه های بدبخت، امروز رافضی های بدبخت که بعضی ایشون و ایشون زاده طرفداری اونا کرده شدن، تقیه کردن. خطر اینها از خطر یهود بدتر است. و اینها دروغ دعوا میزنند، میگویند که ما ضد یهود ضد نصرانی میگویند، اما به یهود و نصرانی ها، به زعمای اونها، به راهبرای اونها موساموس و چاق و دیگر گردن و گردن. این مردم نمیدونند. امروز شیعه ها از نام اسلام زنا میکنند، متعه کردن. امروز شیعه ها از نام اسلام امام حسن و امام حسین تحقیر کرده، چیکار میکنن؟ عبادتشون میکنن. اینی از کجا میدونیم؟ اگر من شما این دام شیطان رو نآموزیم، اگر من شما هم گرفتاری، یعنی که در این دام میافتیم، چنانه که این بدبختا خودشون افتی دیگه به نام اسلام. فهمیدید این مشکل آن است که یهود معلوم است برادران، اما در گرد من شما، در گرد اطراف من شما نصرانی هم میگیم، من نصرانی هم، این خطر نیست، رای در رای خودش افسیس است. اما این در درون اسلام بدنام کرده است که اسلام همین است گفتنشان به جهان. خیلی که شیخ ما وقت نقد کرد، الله را نگهدارش، میگوید که بود پرستان ندا کردن به ویها، شعر چیز خوند، بود پرستان ندا کردن، این هندوستان و پاکستان اینجا، به مسلمان های همون صوفی های احمق های بیکاره در گرد قبرها رقص میکردگی ها، گفتن که چی فرق است بین ما و بین شما؟ ما هم توحید ربوبیت اعتراف میکنیم که زمین و آسمان الله آفریده است، شما هم همین. ما همین بت‌ها رو میگیریم واسطه بین خود ما، بین همون خدا، بین الله. شما هم یعنی امام حسن و امام حسین و بدوی و دیگر این و اونه واسطه قرار میده، هیچ فرق نیست بین ما. و این دیگه زیاد شرمندگی است. والذین تدعون من دونه
ما یملکون من قطمیر، اون معبودانی که شما غیر از الله و اینها را عبادت میکنه و این مالک قطمیر نیستن. همون پوستی که بالای خرمانده هست، یک پوستی نازک، هوا عدسشون نمیبود. این تدعوهم، اگر اینها را دعاشون کنید، عبادتشون کنید، فریادشون کنید در وقت مشکل ها. یا حسین گفته در مجمع میگه که ماشینش چپگردان شده ایستاده است، مرده ایستاده است، عجب است که میده شد غل میزند ماشینش. یا حسین میگود جونش میبرد، یا حسین میگود. این تدعوهم، اگر اونها را فریاد کنید در مشکلها، لا یسمعو، یعنی که خطاب به همون مشرکا هستن. اگر شما وایرا دعوت بکنید، فریادشو بکنید در سختی ها، لا یسمعو دعاءکم، و نمیشنه من فریاد شما را. برای چی؟ لانهم جمادات، و یا خشک هستند و بیجانند. فکیف یسمعون، یعنی چی خیلی میشنه من شما را که باید سنگم یا که خاک شده هستند. لا یسمعو دعاءکم ولو سمعوا، الله میفرماید اگر فرض کنیم و شنوان هم، که اگر بگوید شما بگوید که نه و میشنه من و در تک قبر باشن، در کدوم قبر که نباشه و میشنه من، اگر بگوید شما رو میگه ولو سمعوا، بگوید اگر شنوان هم، مستجابوا لكم ای لا یجیبونکم، خب به دعاتون اجابت نکرده شدن که لبای چی شده نمیگود که آج میبیم میگود که دست میگیرم نمیگود که این در این دنیا، این شرمندگی این در این دنیا، این بدبختی، این احمقی، این سفاهت در این دنیا است. و یوم القیامت یکفرون بشرککم، وقتی که قیامت میشود همون کسانی که شما عبادت شو کرده، خواه عیسی را شما عبادت کرده، خواه علی، خواه حسن، خواه حسین، خواه بدوی، خواه عبدالقادر گیلانی، خواه القاضی احمدی یسوی خودتو، کسری که عبادت کرده، خواه سنگ و خواه آفتاب و ماهتاب، اینا هم از در زبون میدارن. چی میگن؟ یکفرون بشرککم، یعنی که شرک شما را انکار میکنن. انکم عبدتموهم، و اینها کلن انکار میکنن که چرا شما ما را عبادت کنید، ما بیزار ما شما میگیم. ولا ینبئک مثل خبیر، ای ولا یخبرک، به تو خبر دادن نمیتواند مثل که این ذاتی که خبردار است از همه چیز، هر یک چیز حقیقت و حقانیتش میداند، مانند این ذات یگان کس را چنین خبرها را دادن نمیتواند. و الله عز و جل میفرماید و قال جل من قائل یا ایها الناس، ای مردم، ضرب مثل، به شما مثل را بیان کرده شده است، یک مثال بیان کرده شده است برای شما. این مثال خیلی هم عجیب است. فاستمعوا له، شما گوش فرا دارید، یعنی گوش فرا داشته هم خیلی نه که هم تو گوش کنه دیگه خدا که میام میگذره آواز شده سه گوش منه، نه، یعنی ای تدبر و حق تدبری، گوش اندازد، یعنی که شما اندیشه بکنید وقتی که شما این مثال میشنوید. چی میفرماید الله تعالی؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بدرستی اون بت‌هایی که شما غیر از الله و یارو عبادتشون میکنید، لن یخلقوا ذبابا، یک پشه را راست کردن نمیتوانند. یک پشه عادی ترین مخلوق، یعنی که آفریده نمیتوانند، پشه راست کردن نمیتوانند. ولو اجتمعوا له ای تعاونوا مجتمعین علی ذلک، اگر همه معبودان، همه بت‌های جهان جمع کنیتونم که هم خداهای افریقا، خداهای گویم هندوستان و خداهای پاکستان و خدا همش جمع کنیتم که یک پشه راست کردن نمیتوانند. با قطعشون شما هم یک جای شویدم که نمیتوانید یک پشه راست کردن. فهمیدید؟ ذلك من آیات الله الى غیر ذلك من الآیات التي تبين عجز المدعوين من دون الله عز وجل، و غیر از اینها با دیگر آیات هایی هستند که و یا روشنی می اندازند عاجز، ناتوان، ضعیف بودنی اون عبادت کرده شدگان را غیر از الله.
یعنی غیر از الله کسانی که عبادت میکنن و یا عاجز بودنشونه این آیت ها و دیگر آیت ها دلالت میکنن و ضعفهم ضعیف بودنشونه و عدم قدرتهم الى اعطای من عبدهم شیئا و قدرت و توانایی نداشتنشونه این آیت ها دلالت میکنن به دادن کسی که ویار عبادت میکنه یگان چیز نمیته و این قل یک چیزی میده هم نمیته به عبادتشون. ثم انهم ايضا عاجزون عن جلب النفع لانفسهم فكيف بغيرهم. سپس میگفت این بت‌ها نیز عاجز هستند از چی؟ از جلب منفعت برای خودشون، یعنی برای خودشون یک فایده را آوردن نمیتوانند. یک پرنده اگر اومده دسترشون شسته همی بت‌ها یک میاد اگر قضای حاجت کنه دیگر قلا سرشون رو تازه کردن نمیتونن. فکیف بغیرهم، یعنی به خودشون نفع آور که نباشن به دیگرها چه خیل. اذن فليس هناك ميزة لأحد دون أحد في هذا الباب. این هنگام فهمیده شد که در آنجا یگان فرق نیست، یگان خصوصیت نیست این بود از دیگر بودی دیگر چی؟ یک خصوصیتی برتری داشته باشد در این باب. در باب چی؟ در باب عبادت غیر الله. فهمیده؟ یعنی یگان کس از این، یعنی که این خیلی مونیتاجی هم که یک سنگ آدر می پرستد این پیغمبر پرست نیست که این علی پرست نیست که فرق نداره. یگان کس نسبتی دیگر کسی دیگر چی یگان خصوصیت و برتری ندارد میگو در این باب، در باب شرک و بهذا یعلم ان من عبد الملائکه او عبد الانبیاء كعیسی وعزیر هو ومن عبد الاحجار والاشجار سواء كلهم مشركون بالله. از همین دانسته می شود که کسی که فرشته ها را عبادت بکند یا پیغمبران را عبادت کند مانند عیسی و عزیر و کسی که عبادت کند چرا سنگ و درخت ها را همش سوا یخیر است. کلهم مشرکون بالله، همشون مشرک هستند، یعنی به الله شرک آور هستند. والمعبودات من دون الله كلها عاجزة أن تنفع عابديها بشيء وإن قل. تمام معبودات غیر از الله همشون عاجزن، ناتوانن، دستشون نمی‌باید که به عابدهای خودشون یگون سودبخت باشن و یگون فایده رسون باشن. بشیء یگان چیزن و این قل اگر چنده که همون چیز کم هم باشن. و بالله التوفیق و توفیق از الله هست. الله سبحانه و تعالی هر یک کسی من و شما را، هر کدام من و شما را توفیق داده باشد که با توفیل توفیق الله سبحانه و تعالی ما و شما یعنی که به توحید شناس باشیم و به شرک شناس باشیم و الله سبحانه و تعالی خودش ما و شما را نجات داده باشد از دام شیطان. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا.